همین لقمهش لقمه پاکیزه و تازه باشه. ولی ما خدا را شکر میکنیم که در بازارا هم اگر هم یگون چیزی اندک شبهناک شد زنگ میزنن میپرسن که همین توغری باشه یا نباشه. ای نظر شریعت همین چخیل میشود. خشاب بحال شد. و عمل فی سنه، شخصی که حضرت صلی الله علیه و سلم گفت سنت ترک نمیکنه با سنت عمل میکنه او داخل جنت میشود. الله اکبر. اون همینجا شتگیم محفل سنتی هست، اما خداوند این را به هر کس نصیب نمیگردونه. در جامعه خیلی زیاد مردمی هستند که نه عقیقه را میدونن، نه بوی بردیان، نه در سراغ و پیشن. در صورتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم عقیقه را هم خودش انجام داد به واسطه، هم ما و شما را با تأکید کرده است برای گذراندنش. به حدی که حضرت میگه کل غلام رهینتون به عقیقتی، هر طفل گروگان عقیقه خود می باشد. زلاجنی که عقیقه است، عقیقه در تقدیر آینده طفل تأثیر گذاری میکنه. این عقیقه توی خط نصور پسر تای، عقیقه رحمت پروردگار در خاندان تای. از همه بالاتر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت میگه من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، کسی سنتی مرا ترک میکنه فردا روز قیامت از شفاعتی ما محروم میشود. تدانو خدا همه کارای یک محفل در همین حسار شتگی بده. یک کس گفت که اونو خیلی من ندارم. اما خیلی میشه خیلی گفتم نداری این عقیقه و قربانی و این برای کسایی هسته که امکان و شرایط دارن که نداشته باشی انشالله بخیر هیچ گم ندارم. همین یک کس در پهلوش شتگی گفت دونلو همین بدبخت گفت 10 روز پیش یک کچکی پیتبول در $800 خرید. پیتبول هم میدونه نه؟ این پد بایتسوفسکی پرود های ایسک یکون کرده با کر نمیروه. این اگر در رمه سر بتی قوری هم گوسپندو را میکنه یا بربرش هم میخویه میکشه. این را در خونه بسته نمیشوه. اگر ایستاد هم گودکوت هم میخویه میکشه. در حیات بسیار شیده سمتری که هم فرزنده یا هم صاحبه ایشون خویدن کشتن. این لعنتی را شکر برده نشوه. ایسک شکری نیست. این فقط برای جنگ های. همین پروده را فقط برای جنگ تیار کرده گیم. بول تریرش اومخته بولدوگ قطی تریره. بولدوگ قطی تریر یا جوی کرده بول تریر شد. از بس که مایده کی بد بود واسمش مایده که بول تریره. سگوی کلون قطی گرگو قطی و قصوص جنگ کرده نمیتونه. گرفتن با یک استافارشیرسکی تریر میگن چی میگن سگوی کلونتر قطی و با ارالش کردن ایره پیتبول شد. نمیم بری توری مسلمان که در $800 یا سگ حرامی را که هر روز یک قیرات ثوابت کم میشوه، ملائکه در خونت نمیدروه مادامی همون سگ هستی به $800 خریده میتونی و سنت پیامبر را خیلی من نداشتم چیکار کنم؟ ای بای بخدا نداشتم. نه تو مهر نداری، تو محبت نداری، تو پروای سنت پیغمبرت نداری. در اسلام یگان دشواری نیست، مشقت نیست. شخصی نداره مولا میکشه قطعی اهل خانواده‌اش میخوره. محفل معرکه نمیکنه، خودش میشینه میخوره. میگه خیلی سنت حضرت در سالهای قحطی و گرسنگی حضرت عقیقه حسین کرده است. حسن در سال 3 هجری و حسین در سال 4 هجری. عیب نیست در همین سال 3 و پری بگوی که اینا من ندارم چطوری کنم. خدا برکت بده برادر محمدین جانا. این کاری هر کس نیست به خدا قسم. کاری هر بز نیست خیرمن کوفتن. گاوی نر میباید مردی کهن. امولی ایشون کاری گفت که در یک سفر بدیم یا رفیقون ششتگی همونجا سنت نمیخونه که ای در سنت دوازه قصر میخونی برای چی من سنت بخونم؟ سنت کاری هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد استش. از حضرت صلی الله علیه و سلم در سفر فقط فرض ثابت نیست. نماز ویتر به ترک میخون، نمازهای نوفله را میخون. حتی روایات هست که در این بالای شتر سوار اینم طرف است نماز خونده میرفت حضرت. چه جای سنت؟ همین نماز ضحی و نماز اشراق میگیم که سری افتاب. همین را در صحیح بخاری اومده است حضرت در روز فتح مکه که حال جنگ بود شدگی نیست. جنگ رفته است در بعضی کوچه ها و بعضی گوشه ها. حضرت در همون روز فتح مکه 8 رکعت نماز ضحی خونده است.
میگن که سند نخونده است که خیلی مایلش زحو بوی ابلهی را بیده نه که سند نخونده است که در جامع السنن امام ترمذی حدیث رقم 552 کتابی من چاپی بیروت های 552 های نسخه امکان داره که کم کمک فرق کنند میگه در جامع السنن امام ترمذی هست در باب صلات در کتاب صلات از عبدالله ابن عمر روایت است میگه صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم فی الحضر و السفر همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در وطن هم در سفر نماز خوندگیم فصلیت معه فی الحضر الظهر اربعا و بعدها رکعتین همراه حضرت صلی الله علیه و سلم نماز پیشین میگه در وطن 4 رکعت خوندیم بعدش 2 رکعت خیلی سنت ای و صلیت معه فی السفر الظهر رکعتین و بعدها رکعتین همین نماز پیشین در سفر میگه همراه حضرت 2 رکعت خوندیم یعنی که قصد خست بعدش 2 رکعت این 2 رکعت سنتی بعد پیشین ای و العصر رکعتین ولم یصلی بعدها شیئا نماز عصر 2 رکعت خوند حضرت میگه بعد نماز عصر هیچی نخونده است بعد عصر سنت نیست اوخی و المغرب فی الحضر و السفر سوا 3 رکعات حضرت میگه نماز شام هم در وطن هم در سفر یک خیل 3 رکعت خونده است و هی ویتر النهار این نماز شام ویتری روزای نماز شام قصر نداره یعنی 3 رکعت 3 تا خونده میشه و بعدها رکعتین بعدش 2 رکعت او 2 رکعت این 2 رکعت سنتی بعد شام ای امام ترمذی با اسناد حسن روایتش کرده است این حدیث امام ابو جعفر طحاوی در کتاب شرح معانی الاثار همه حدیث آورده است با دوام داره و صلی العشاء رکعتین و بعدها رکعتین حضرت صلی الله علیه و سلم خفتن میگه 2 رکعت خوند در سفر بعدش 2 رکعت این 2 رکعت سنتی بعد خفتن ای او بامداد ذکر نشده است برای که بامداد در صحیحین اومدگی ای بامداد به درجه معکده ای که نه در سفر نه در یک جا تاکید چگم نمیکنه او بامداد مرده میخونی در جایی باشی یعنی که خونده شدن این نماز سند نیست از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است انا البانی را ضعیف گفته است او وقتی که ترمذی تحسینش کرد طحاوی تحسینش کرد البانی کیه که من بگم که البانی عمل کنم سبحان الله در مذهب امام اعظم ابو حنیفه که حکم مذهب بگم تو اگر به شرطی که در سفر شخص مسلمان در زمین باشه فرق نداره او زمین خانه های مهمان خانه های مسجد های یگان میدان کشاد های سنت هم میخونه اما اگر در حال حرکت باشه بالای خرای اسبای فیلای ماشینای پاییزای اگر که نخوندش بو که نداره خوند ثوابش هم میگیرن بگیم مستعبوری نکه اگر نخوند بو که نداره سبحان الله خیلی فرض نیست کو آخه فرض نیست سنتی پیغمبر مرگ همه مسلمانه که بگه خیلی فرض نیست کو یا سنت به دست بخونی خوب نخونی نه حضرت ابن عابدین شامی یک فقیه به نهایت بزرگ حنفی است همین کتابش رد المحتار یکی از کتاب‌های مرجع حساب میخوره که ولی همین فتاوای نو که میبروید که مذهبی اساسا دلیلاشون همین میگیرن اکثری اینا محمود الفتاوا احسن الفتاوا اینا کتابا اکثری فتاوا را از همین کتابی رد المحتار میگیرن از حاشیه شامی ببینید یه حضرت مقصد که انا گفته است که همین دعوایی که میکنن بله با ترک سنت در آتش جهنم نمیسوزونن نه که یک چه بگم یک مصیبتی از این بزرگتر انتظار تای شاید از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم محروم شد زیرا حضرت صراحتا گفته است من ترک سنتی لم ینل شفاعتی کسی سنتی مرا ترک میکنه از شفاعت ما محروم میشود از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم که محروم شدی به یقین بدون که پریموی دوزخ میره دیگه علاج نداری من نوقش هلاک کسی را در مناقشه کشیدن هلاک میشوم ما امید داریم هزاران امید داریم که این طاعات عبادات میکنیم بسیار اندک هستند
اگر رحمت الله نباشه، اگر شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه، اگر برای همین طاعات عبادت بکشن، شاید این طاعات و عبادت فقط همین شگرانه 4 اشکال بطونی ما نشوه، دیگرشون سبسته. وای به حال کسی که امیدوار شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم فردا روز قیامت نباشه. برای چی ترکش میکردم؟ آقای صحابه چنان پایبند مطیع سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. چه جای صحابه همه بزرگایی که در عصر حتی بعدی تابعین زندگی میکردن، اتباع تابعین همه خیلی پایبنده بودن که سبحان الله همه ترک سنت تحمل نمیکردن. در یک محفل حضرت ابو یوسف القاضی، اینا به ابو یوسف خدمو، این قاضی القضات بود، شیشتا بود که یکی کدو درو وردن. حضرت گفت بیارین کدو را بیارین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم کدو را دوست می داشت. در پیشش یه بوی بچه شیشتگی. حضرت گفت همین جای کباب یا این طعامای هر خیلی این کدو چیه؟ کدو را شو ببینم. همین خیلی غضبش کرد. بخیز گفت بگیره تعذیرش کنه. یا دو درش بزنه بدبخته. من گفته استم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم کدو را دوست می داشت و مرگ توری امت که تو بگی من کدو را شو میبینم. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. شیخ سعدی میگه این ره ترکستان است، این سری کعبه نیست. میترسم که هیچ وقت به کعبه نمیرسی. برای من راه تو را درست کنه. مکسیل از پندی رسول ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر گام خیش. آن که محتاب سرانگشتش دانیم، آیه او خاص و اخلاقش عظیم. از مقام او اگر دور استی، از میان امت ما نیستی. اگر ای سنت پیغمبر که خطا کنار بکشی، بفهم که تو از امتون نیستی، تو از ما نیستی. ای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم حساب نمیشوی. لست منی گویدد مولای ما. فردا روز قیامت شاید حضرت بگه لست منی انا بریء منک، تو از من نیستی، من ای رنگی تو بیزارم. لست منی گویدد مولای ما. وای ما، ای وای ما، ای وای ما. برای تو جای امکان داره بچه ها سنت ترک نکنه. کسی که سنت ترک میکنه اخیر روز میشه که با ترک واجب وادار میشه. برای سنت یک دروازه مستحکمه که صد روی انمی ترک واجب میگیره. واجب احتیاط نکردی، یه روز خوف یان میره که فرض ترک میشه. برای این سنت بسیار مهمه. حضرت گفت هر کسی که با سنت من عمل میکند، ببینید او جنتی است. و نهایت سوم نشانه جنتی را حضرت بیان کرد و امین الناس بوایقه، شخصی که مردم از آزار و اذیتش رویداد نمیگن، زیان و ضررش به دیگران نمیرسه، زیان و ضررش به حق همسایه نمیرسه، زیان و ضررش به مسلمانان نمیرسه. کسی را غیبت نمیکنه. همین غیبت که کردی زیان و ضررت به دیگران رسید. تهمت کردی زیان و ضررت به دیگران رسید. دشنام حقارت کردی زیان و ضررت رسید. حق کسی را خوردی زیان و ضررت رسید. خستی کشتل به کشتل شدی قطعی همسایت زیان و ضررت رسید. همین مردی مسلمان کسی را میگن که همه همسایه ها امین نیو مسلمان ها، ای مردی خدا ترسای، ای خدا میترسه، کوشش میکنه که یکون بنده خدا را ظلم نکنه. غارتگری میکنیم، دزدی میکنیم، غیبت میکنیم، تهمت میکنیم، روسیاهی میکنیم، بزی میکنیم و میگیم چی با مسلمان های قدر بیچاره باشن؟ بیچاره نشون. چیزی را که مسلمان ها باید کنن در اروپا و امریکا علاقه کرده است. شرکت رو شو به حال تو این قوریایی هستن که تمام جمهوری میشناسه شوی. ایشونی قوری امردین ها، ایشونی قوری زبایدالله و اخی و کسایی هستن که معروف و مشهور و محبوب خاص و عام هستند. ایشون قوری خطانی نه انشالله. هر کدامش با تنهایی همین دل خواه معرکه را میگذرونن. در یک جا جمع آمدن شو سبب شادی و مسرتی ما و شما باید باشه. و انشالله محفل قوری های سخنه به همی آمیده میشه. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه، صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم، روایت میکند که بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب مراجعت کنان تأکید کرد.
من اکل طیبا و عمل فی سنه و امن الناس بوایقه دخل الجنه. هر کسی که لقمه حلال میخورد، هر کسی که به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی و فعالیت میکند، هر کسی که مردم از جورش نمینالند، زیان و ضررش به مردم نمیرسه، این مردک داخل جنت میشود. سبحان الله. اینا ببینید صحابه یک نفرش گفت که یا رسول الله این فی الناس الیوم لکثیر، اوخی این کار در بین مردم زیاد های و الحمدلله هممون لقمه حلال داریم، حلال میخوریم، هممون تابع بسته سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم. اوخی ما سعی میکنیم که مورچه را آزار ندیم چی جای انسان، این همه به داخل جنت میشوند. حضرت گفت فسیکون فی قرون بعدی، فی قرون بعدی، این کار برای شما نیست، این برای نمو عصر بعدی هست. ولی زمانه میشوه که کم جوان مرد یوف میشوه که سعی کنه که لقمه حلال بخوره، خیلی یگیت در کار که با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی و حیات زینت بده، خیلی مرده که در کار که سعی کنه که زیان و ضررش به دیگرو به حق همسایه ها نرسه. این فعل بهترین حساب میخوره و نادیر میشوه. ببینه این در قرنهای بعدی ای گفت. چرا؟ زیرا آخی صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ماشاءالله بهترین این امت هستند. خوردگیش و لقمه حلال بود، اینقدر پارسا و اینقدر پرهیزگار و اینقدر تازه روزگار بودن که امروز میخونیم به خدا قسم در نظر بخید میتونه که افسانه خوندسته باشه، باورت نمیشوه. در پرسایی و در تازگی و در حلم، در بردباری و در صبرش و به گرسنگی و تشنگی تعجب میکنی. هنگام حرب خندق مرد نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله ای گشنگی را به طاقت شدم. حضرت گفت صبر کن. و گفت حضرت چند صبر کنم؟ گفت که صبر کن، صبر تلخه میوه شیرین داره، از صبر و مفتاح الفرج. با هم تا برداشت لباس شاید نیمه کرد و گفت که حضرت ببین ای شدت گشنگی را در شکمم سنگ بستم. اوخی صبر ای زیاد میشه. همین سنگ یک سردی و خنکی داره که وقتی در شکم میبندی خیال میکنی که شکمم سیر های، اما عذابی معده را کمتر حس میکنی. با حضرت میگه لباس شاید طرفه کرد، دست سنگ بستگی عید جانب. گفت دیدی این همو صبر کردگی میتونم صبر کنم. این ایتری مردا و اطرافی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته کردن. سبحان الله. یک روز کسی نزد سلمان فارسی یک کله گوسفند روی کرده است که بخره حضرت دعا کنه در حق ما. یعنی او قصدی خوردن داشت که با گفت ولی من همسایم بسیار وضعش بیزی باید، سال قحطی و گشنگی بوده است، او ایمان در احتیاج بیشتر داره، فرزنداش زیادتر کن. خب پدم به خونه همسایه رویش کرد، آوردن او را نگه ای بچه گو ایما در همه همسایه نیازی بیشتر داره. 40 خانه را گشت تا خود با اومده خونه سلمان رسیدم. باور تو میشه؟ این خیلی زندگی پاکیزه و تازه داشتن. صحابه زنها وقتی شوهرها را غسل میکردن میگفتن که شوهر جان برای ما مال و ثروت دنیا در کار نیست، برای ما لقمه حلال بیار. اما داریم که ای دامن ما فرزند تولد میشوه، فرزندای پاکیزه روزگار و تازه و حلال باشند. همین خیلی بود که مستجاب دعوه بودن. آخه سبحان الله تازه و آزاده بودن. حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی درجه و منزلتی بالا داشت. اولا این از اولادی مادر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. در همین تاریخ اومده است که یگانه صحابیه که حضرت صلی الله علیه و سلم تقویش میگفته است همین سعد ابن ابی وقاص بود. یا خال گفته با او مراجعت میکرد، ای تقوی، ای فخر میکرد، میگو که من خداوند خصلت داده است که هیچ کدوم شما را نداده. صحابه را میگفت اولش که من یگانه شخصی هستم که حضرت صلی الله علیه و سلم به من تقوا گفته مراجعت میکنه. دوما من یگانه صحابی حضرت هستم که پدر و مادرش فدام کرده است.
یعنی وقتی یک کس معقول شود میگه پدرم مادرم فدات شود، در عربا بسیار معروف بود دیگه. همین حضرت با همین سعد ابن ابی وقاص در هنگام جنگ احد، ها وقتی که دشمن ای هر سو هجوم میکرد، این سعد ابن ابی وقاص تیرزن خوب بود. ایالا همین شپیده استایشو با تیر، انا حضرت تیرو را حتی روز کرده و داد در تیرزنی. سعد ابن ابی وقاص ذوقش کرد، گفت یا سعد ارمی فداک ابی و امی. یه سعد تیر بزن، گفت پدر و مادرم فدات شود. بسیار همه حضرت دوست می داشت سعد. یه روز نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله ادع الله ان یجعلنی مستجاب دعوه. ای حبیب خدا، گفت دعا کن که خدای تعالی مرا هم مستجاب دعوه کنه، هر دعایی که کنم اجابت شود. حضرت گفت یا سعد اطیب مطعمک تکون مستجاب دعوه. میخواهی دعا زود اجابت شود، همین لقمت تازه کن. اساس این همین لقمه ای سعی کن که لقمه شبهانو کن آخری حراموس بیسته، انشاءالله مستجاب دعوه میشه. حضرت قسم خورد فوالذی نفسی بیدی این العبد لیقذف لقمة الحرام فی جوفه لا یتقبل منه عمل 40 یوما. هر شخصی که یه لقمه حرام در دهنش میدوزه، از طاعت عبادت میکردگیش 40 روزه طاعت عبادتش نه نور داره، نه ثواب داره، نه پیش پروردگار قدر قیمت داره. و هر گوشتی که از اون لقمه حلال در بدن انسان پیدا میشه از لقمه حرام، آتش جهنم بر او اولاتر است. گفت بعد دستاش برداشت، گفت پروردگارا همین سعد ابن ابی وقاص مستجاب دعوه گردون. او وقتی که از حضرت شنید که اگر به شرطی که لقمت حلال شود مستجاب دعوه میشه، حضرت دیگه تا تحقیق نمیکرد همین نان ای گجای با چی وجه رسیده است نمیخورد. مردای خدا را ببینه حقیقتا مستجاب دعوه شد. یا حضرت همین دعا میکرده است، دعاش در حال اجابت میشید است. ای خدای بزرگتر، یک جوان مرد در بین ما را خواهی میکرد. حتی بعضی حاکمای همون عصر زمان میترسیدند دیگه از سعد ابن ابی وقاص. اگر ما بودو یگون همون مروان ابن حکم ولی مدینه منوره بود، اگر یگون کس یک ظلم میکرد ای به خبر میشید با میومد که بدبخت ولی رنباس نکرده، حالی دعا نکرده میومد در پیش پاش قچاق میگیره که حوزی کورا بود میکنم التماس دعا نکرد که کپم در میگیره. امام حاکم در المستدرک علی صحیحینش روایت میکنه، میگه یک روز یک بدبخت در بالای اسب سوار، یک کماندیر بگیم در بالای اسب سوار حضرت علی را دشنا محقارت کرده است در مدینه منوره. میگه سعد می اومد، مردم بیچاره دیگه ترسان شدگی همه خب گردنکاش و کج. حضرت سعد ای بزرگ اومد که دیدم ازدحام مردم پیشتر اومد، گفت چی گپای؟ گفتن این همین مرد علی ابن ابی طالب دشنام داد است. حضرت بسیار جسور و غیور بود. این آدم قهرمان قادسیه، فاتح فارس، امپریای فارس شکست دادگی این مرد. موسفید خیست اومد از لجام اسبش قپید، گفت یا هادا علامه تشتم علی ابن ابی طالب. هی بدبخت کی هستی گفت که حضرت علی را دشنام حقارت میکنی؟ علم یکن اول من اسلم. و حضرت علی از زمره او صحابه‌ای نبود که اول شده اسلام آورده است. حقیقتا اول شخصی که دین اسلام از رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبول کرده است مادرم بی خدیجه، دوم همین علی ای. علی قبول کرد. آمدید که حضرت همراه بی خدیجه نماز میخونند، گفت این چی کار است؟ سبحان الله. حضرت گفت من پیغمبرم، خداوند به من وحی نازل کرده است، ایمان بیار. استاد گفت من پدرم یاد هم بپرسم که اجازت میته. ابو طالب این پسری ابو طالب است علی بود. حضرت کلونش کرده است. همین سحر خوب پرید خیست، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. بگم نرفتی ای ابو طالب مصلحت پرسی؟ بچه 6 ساله دست اخی و گفتی میرم ای پدر میام مصلحت میپرسم. گفت وقتی خداوند مرا خلق کرد قطعی ابو طالب مشورت نکرد، نگفت بچت میتم دخترت میتم،
برای چی؟ برای دین خودمان میرفتم خطی ابو طالب مشورت میکردم. علم یکن اول من اسلم، مگر علی رضی الله تعالی عنه از زمره کسایی نبود که از اولین های نبود که اسلام قبول کرد؟ علم یکن اعلم الناس، مگر یکی از عالمترین صحابه نبود؟ علم یکن اسهد الناس، مگر از زاهدترین صحابه نبود؟ زهد تقواش زبان زد خاص آن بود. علم یکن خطر رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابنته، مگر علی داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود؟ شوهری بیبی فاطمه زهرا نبود؟ علم یکن صاحب رایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزوات، مگر علی پرچمبردار پیغمبر نبود؟ حضرت بیرق همه بس در دست علی میداد، تو کیره دشنام کردستی؟ بعد میگه لجام از سر داده دست بعد آب برداشت، گفت اللهم این هذا یشتم ولی من اولیایک، خدایا گفت خدا دیدستی همین بدبخت یکی از دوستای تو را دشنام حقارت کرده است. ای مردم بیغیرت دهنشو واز یلا نگه دارن. فلا تفرق هذا الجمع قبل ان تریهم قدرتک، پیش از او که همین مردم پراکنده شوند یک قدرت نشان ته پروردگار خودی. همین وقت میگه اسب تورید، یا شینگه کشید صاحب شکی پرتافت، ای بلوی اسب اومد سرش در یک خرسنگ زد، مغزی سرش چاشید در پیش چشم مردم همین را مشاهده کردن و دیدن. برای همین این حضرت مستجاب دعوه بود، ای دعاش میترسیدن. همین سبب اساسیش چی بود؟ لقمه حلال میخورد. خشا به حال جوان مرده که در پی لقمه حلال ای. با خدا قسم کسی همین در پی لقمه حلال ای گویا که در جهاد در راه الله ای. بیشک شبه کسی که برای همین خانواده خودش سعی میکنه که لقمه حلال دسترس کنه و بیاره، این از این دیگه عملی بهتر و خوبتر تصور کردن نمیشه. برای همین سعی کنه که چیزی که منوچ هست از اون دور باشه. سعی کنه که لقمه حلال بخوره. لقمه حلال که خورده انشالله خدای تعالی دعا تا قبول میکنه، عبادت نور داره، در خاندان برکت نازل میشوه. افسوس صد افسوس ای هیچ حرام رو نمیگردونن این مردم. خیلی که بخورش این مردم جایرخر شید یا نه، آخه نمیدونم سنبقخر شید یا نه. ای خدا بترسی در همین سالی سیادی و پری اویا حجت به همین صغر و جیره و همین چیزای حرام هسته. او چیزی که در مذهب امام اعظم ابو حنیفه حرام شو میگن، با بعضیش اند کسل میشده سگ میخورده. او خونت پری گندم ایو سگ بته چی فایده چی میرسه؟ در صورتی که حضرت صلی الله علیه و سلم صراحتا گفته است این الله لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیها، خداوند شفای امتی مرا هیچ وقت در چیز حرام گذاشتگی نیست، با چیز حرام شفا نمییابی. یا خیلیش کرونا شده سپیرت فایده میکنه، گفته سپیرت زدن مردن حرام، مردن برفتن. برای همین مادری مشتی پر خدای تعالی عنایت کنم، پروردگار محفل مبارک بگردانم. خداوند برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارن از جمعی بلا و گزند و آفت‌ها حفظ کنم. واقعا بلا و گزند و آفت‌ها زیاد هستند. پروردگار برکات شد در این منزل، در این محفل، در این دیار، در این شهر سرزمین، در خاندان برادرای نازنین پیوسته نازل فرماید. خداوند روح رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ از امردین جان و از اهل خاندانش، از مهمانایش که امروز در این محفل خیر شرکت دارند، مجموعاً از جمعی امتی با عار و با ناموس و متقی و اهل سنتش شاد و مسرور و خوشنود و راضی گرداند. آمین یا رب العالمین. اولی یا زمزمه کنم بود کنم به این شروع سوال کنم ایمان داد به خدای کی نوری ایمان داد، غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است.
صلواتی خدای هر ساعت بر رسول کی است زو طاعت بر رسول کی است زو طاعت نام شریفش محمد عربی رهنماینده بزرگ و سبی رهنماینده بزرگ و سبی زندگی مقصود بهر بندگی است زندگی به بندگی شرمندگی است زندگی به بندگی شرمندگی است بشد از حضرتی سرور روایت بشد از حضرتی سرور روایت ملک ها آفرید ذات عزت با آنها چنان شد امر مولا بیکش تاری سیاحت روی دنیا به هر مجلس کی باشد صحبتی ذکر بگیری آخرت را کرده در فکر ملائک ها در صحبت زده صف دعای خیر سازم با کنم کف دعای خیر سازم با کنم کف روان آنگه ملائک سوی گردون بپرسد از ملائک حی بچون به دنیا بندگانم در چی کنن چگونه زندگانی را گذارم چگونه زندگانی را گذارم بگویند آن ملائک ای خدایا بگویند آن ملائک ای خدایا به علم سر توی دانا به اشیا به ذکر و گریه و زاری جگرش فرود در غم همه از خجلتی خش فرود در غم همه از خجلتی خش بگوید حق زکی ترسیده گریم بگوید حق زکی ترسیده گریم ملائک گوید از ترسی خداوند ملائک گوید از ترسی خداوند خدا گوید اگر جنت ببینم خدا گوید اگر جنت ببینم از این گریه فراتر بگیریم از این گریه فراتر بگیریم نظر گر جانبی دوزخ گذارم نظر گر جانبی دوزخ گذارم به جای آبی دیده خون ببارم به جای آبی دیده خون ببارم گواهی حال باشد ای ملک ها مقیمی ارض باشد یا فلک ها بهشتی خیر بخشم ذاکران را بهشتی خیر بخشم ذاکران را کنم رحمت منان گریندگان را کنم رحمت منان گریندگان را سرای رحمتی من خایفان است با وصفی کعبه ام خوش طایفان است بیا سالیک به بزمی ذاکران باش به دل ذکر و میجه اشکی روان باش به هر صحبت
شکر دیدی بیکلش به هر صحبت شکر دیدی بیکلش مگس ها گر کند طعنم مکن گوش مگس ها گر کند طعنم مکن گوش که آخر خام را گرمی پزاند کسی که سوخت قدری سوز داند اگر گیرینده را بینی شوی نرم اگر گیرینده را بینی شوی نرم زی سوزی سینه زارش شوی گرم زی سوزی سینه زارش شوی گرم ای مؤمنان روی سوی احد کنید ای مؤمنان روی سوی احد کنید امروز فکری تو شیخا بی لحد کنید امروز فکری تو شیخا بی لحد کنید فردا مگو کی پیکی اجل میرسد مدام فردا مگو کی پیکی اجل میرسد مدام این دم غنیمت است فدای صمد کنید این دم غنیمت است فدای صمد کنید شدم خونجگر در سراغ محمد زی هجران دلم گشت داغ محمد شدم خونجگر در سراغ محمد زی هجران دلم گشت داغ محمد همیشه شده مست عشق الهی هر آنکو چشید از ایاغ محمد همیشه شده مست عشق الهی هر آنکو چشید از ایاغ محمد بسر دایما گل بوبیدد چون روز به جان و دلت رفتی باغ محمد بسر دایما گل بوبیدد چون روز به جان و دلت رفتی باغ محمد مدام است و تازه و سبز و خورم گل آبنوش زیمه محمد مدام است و تازه و سبز و خورم گل آبنوش زیمه محمد نگردد خموش نوری ذات الهی اگر بهره‌ات از چراغ محمد نگردد خموش نوری ذات الهی اگر بهره‌ات از چراغ محمد بودی رو سیاهی دو عالم یقینا اگر کردی زی عشق طراغ محمد بودی رو سیاهی دو عالم یقینا اگر کردی زی عشق طراغ محمد به شکر و ثنای خدای است تو داود که هست در رهی حق ستیدی محمد به شکر و ثنای خدای است تو داود که هست در رهی حق ستیدی محمد کی است در رنگی حق ستیدی محمد
زی جان بیشناس زی جان بیشناس قدری مصطفی را بسر کن پیروی بیگذار ما را بسر بیگذار بیکن زی جان بیشناس قدری مصطفی را بسر کن پیروی بیگذار ما را و شیدایش چنو عیسی من باش و شیدایش چنو عیسی من باش به عشقش همچون بلبل در چمن باش به عشقش همچون بلبل در چمن باش به شرعی عزی جان کن استقامت مکن هرگز سری موی خلافت مکن هرگز سری موی خلافت تمامی عمر صرفی پیروی کن تمامی عمر صرفی پیروی کن کنی گر مهر بر آلی نبی کن کنی گر مهر بر آلی نبی کن که تا فردا شوی مقبول حضرت کند در روزی تنگی شفاعت کند در روزی تنگی شفاعت در این معنی است لفظی رستگاری از این معراج یابی قربی باری از این معراج یابی قربی باری مخالی خوی تو باگر با نبی شد مخالف خلق تو گر با نبی شد چگونه با رسولت پیروی شد اول